آقا ارمنیه داشت به بچهش نصیحت میکرد، گفت اگه شنیدی امام یا حسین برو تو، چون قیمه میدن با چلو کباب. یا علی شنیدی فرار کن، دارن کمد این ور اون ور میکنن. میگن یه آقایی داشت والت میفروخت، والتای کوچولو. گفت این $3000. گفتن این چرا $3000؟ گفت والا این وقتی خرا رو ختنه میکنن سر پوستش این دوست کردن بمالین چمدون میشه. یه آقای قزوینی رو انداختن تو بهشت بغل جنیفر لوپز. بعد قزوینی گفت بالام جان خدایا خیلی متشکرم، چرا این چه لطفی من کردم که این لطفو کردی؟ یارو گفت بابا زر نزن، این جنایت جنیفر لوپزه، داریم به اون شکنجه میدیم. قزوینی رو انداختن توی اتاق، یه اژدهای دو سر انداختن، گفتن بچه مردم اذیت میکنه، این اژدهای سرویس میکنه. آقا بعد از یه صد اژدهای در زد، در وا کردن، اژدها بود و قزوینی دنبالش. میگن چی شده؟ میگه این الان 2 ساعته میگه دو تا سرداری، اون که کجاست؟